یه سری لذت‌های حرام خودت رو فدا کردی، به یه درصدی از مجاهده رسیدی که اصلا بفهمی اینا رو نمیشه. توی که اصلا توی میدان تا بال پا نگذاشتی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در درد خودپرستی. اونی که خودپرسته، همه زندگیش خلاصه شده تو نفسانیتش، خودخواهیش، تنپروریش، راحت طلبیش، به این اسرار عشق مستی نگی، بذار تو همون درد خودپرستیش بمیره. چون آدم وقتی میتونه از اسرار شور و مستی خبردار بشه که از خودخواهی و خودپرستی خودش گذشته، چیزایی رو فدا کرده، یه چیزایی رو قربان کرده، پا روز یه چیز لذت‌های حرام خودش گذاشته، یه هزینه‌ای داده، یه مجاهدتی کرده. حالا برای این انسان اگر یه چیزی بگه جا داره، این میتونه تا حدی درکی از این واقعیت داشته باشه.